سلام شنوندگان و راغبان علم و فناوری. شنونده های گرامی، برنامه علم و حیات است روی موج 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان. و امروز شنونده های گرامی، ما وابسته به یک موضوع خیلی مهم صحبت میکنیم، چگونه که در پیام سروری دولت هم آمد برای وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات. این سال‌های 2025 2030 در تاجیکستان سال‌های رشد اقتصادیات رقمی و اینوواسیا اعلان کرده شد. این چگونه که در بالا ذکر کردم در پیام سروری دولت ذکر شد. ما حالا در مورد ذهنی صنعی که با آن برنامه در بالا ذکر شده آسانتر و با سرعت صورت میگیرد، به همین خاطر ما در همین مورد صحبت میکنیم که در سری اون است که حالا ذهنی صنعی در تمام ساختارها ساحه‌ها استفاده خیلی وسیع کسب کرده است. میبینیم که حتی در طب در حالتهای خیلی نازک که به حیات انسان سر و کار میگیرد، میبینید که استفاده از ذهن صنعی هم امکان پذیر شده است. در کارهای علمی حتی میبینید که ذهن صنعی کار علمی را انجام میدهد، کاری که انسان باید انجام بدهد میبینید که طریق ذهن صنعی این کار انجام میشود. خواندن سرودها، نمیدونم کارهای خیلی زیاد است. من گفتم که در بالا که در تمام سمت‌ها میبینیم که همین خیلی وسعتی زیاد پیدا کرده است. حالا ما شنونده های گرامی به استودیو دعوت نمودیم، یکی از متخصصان جوان و خودآگاه که در این سمت خیلی خوب وارد هستند. ایشان مالک یکی از شرکت هایی که به ذهن صنعی وابستگی دارد هستند که حالا در روند صحبت میگم فیاض اعظمی هستند. خوش آمدن به استودیوی رادیوی تاجیکستان فیاض. و شنونده های گرامی، در جریان صحبت شما هم میتوانید که تماس بگیرید با رقم های استودیو 2276020 22760 هم هست در استودیو، ولی این کمی مشکل داره. شما تنها با رقم های 2276020 تماس بگیرید و حتما ما میتوانیم که با شما را پیوست کنیم و نظر و اندیشه های خود را بگید. خب بیاید مختصرا اول درباره خودی ذهن صنعی میگیم و بعدا میرویم به کار و فعالیت فیاض و بعدا چند سوال های دیگه به جزئیات ها بعدا میگذاریم. حالا درباره همین ذهن صنعی شروع کردیم، در همین مورد کمی صحبت کنید، بعدا میگذاریم به گفتیم جزئیات ها. مرحبا. سلام علیکم شنوندگان و همه مونی که ما رو گوش میکنند. چخیلی گفتم، من فیاض، من در سوای دیتا ساینس و اینکه علمی در رقمی عددها و ذهنی صنعی، یعنی در تاجیکی و اسپوسیل انتلیکت و آرتفیشل انتلیجنس باز همین سال خواندم و زیاده از 13 سال فعالیت میکنم، 14 سال بله. برای من یک میکنم که امروز صحبتی هم نغز میشد، چون که یک مسئله و رویه که من به نهایتا محبتی کنم دارم به انسان. خب بیاید میریم پیش از جزئیات ها. شما مسئول رهبری یکی از همون شرکت های ذهنی صنعی هسته. خب بیاید درباره فعالیتتون که حالا شما در تاجیکستان خیلی کمی در کم هستید، شما در خارج از کشور در لندن بریتانیا کبیر کار فعالیت میکنید، در این باره کمتر برای شنونده ها معلومات بدهید درباره شرکت و اینجوری درباره کار فعالیت خودتون. مردم بله، من با قریب 3 سال میشد که یکی از شرکت های ذهنی صنعی برای ساحه دارو تیار کنیم، کمپانی هایی که شرکت هایی که دارو تیار میکنن، ما با آنها همکاری میکنیم. اصلا در ساحه خوب کردنی طرفی
کاربری همین کارپوریت‌های کلانی که در سطح دنیوی جهانی کار میکنن ما در این ساحه یعنی مدل ما پلتفرم ما کار میکنن. بنیادم یک ساحه هست که من فکر میکنم که 5 سال یا 10 سال میامادگی این رویه این تکنولوژی تمام ساحه زندگی ما رو ساحه سکتورهای دولتی و سکتورهای بیزنس رو وای میکنه تاثیر میکنه تاثیر مثبت بعضی جا ممکن تاثیر منفی خب فیوز یک جوان چگونه میتواند موفق شود تا به سمت‌های پیشرفته اقتصادیات و مثلا پیشرفته زمانه کار فعالیت کند؟ گپ در سر است که اکثر ما خب همین که مکتبم تمام حتی دانشگاه رو تمام میکنن میبینید که بعضا به مهاجرت میرون و کارهای غیر ساحه‌ای خودشون میکنن. میبینید که با نمیتونم ساختمان کارهای خیلی وزنی سر کار میگیرن. یک جوانی توجه چقدر میتواند که موقعی خیلی خوب پیدا کنه در مثلا ببینید که در اروپا خود شما در لندن زندگی میکنید، از تجربه خودتون بگید تا برای این سوال ما پاسخ درست شد. درست فکر میکنم که بعضی یکی از اگر نگاه کنم حیات خود رو من 2009 از تاجیکستان رفتم علاقه 16 سال میشه 15 سال بیرون از دولت فعالیت میکنم. وقتی که همین پردمیتور رو در مکتب میخوندم یکی از فکر میکنم این فکر شخصی من یکی از خصلت‌هایی که جوانان حاضرای من که شخصانی که یک ساحه میخوان مستحکم شوند این صبر یعنی یک ساحه رو گرفتن همون وقتی درست خوندم من چون که وقتی در تاجیکستان در دانشگاه دولتی میخوندم فاکولته کیبرنتیک بود یک تا فاکولته بود اونجا فقط هم یک گروه میخوام بسیاری آدم ها وقتش همی میفتن که چی فن نمیخونیم یعنی استاتیستیکا اکونومتری راستیگر نمیدونستم و همین ضبط داشتم برای اقتصادیات در ماتماتیکا سوهای حساب کنیم این عموما ریاضیاتی در چیز برای همین فکر میکنم که همه وابسته است از یک قوت درونی که هر یک شخص یک اراده داشته باشد به خودش و صبر کند برای این کار. خب بیاید می‌گردیم به ذهن صنعی که موضوع اساسی ما است. خب در اول بگید که در کدام ساحه‌ها ذهن صنعی الکی به طور وسیع استفاده می‌شود؟ ساحه تندرستی حاضر بینیاتم همین تکنولوژی یعنی بودجت کلان در این ساحه روانه شدگی برای پیشگیری کسلی ها برای اختراع کردن داروهای نوسان مخصوص ساحه کسلی هایی که بینیاتم ضرری کلان میرسوند به اقتصادیات به شماره بسیاری آدم ها لیکن اصلا حاضرش در حاضره بسیارتر در ساحه بیزنس ساحه اتوماتیزاسیون بعضی پروسس هایی که بسیار هم وقتی بسیار میگیرن همین ساحه روانه شدگی علاقه بسیار کمپانی ها شرکت های کلان یعنی سهمیه کلان گذاشته هستند پولی هم از направление که بخشش اداره بله سمت معین شده. خب برای کشور مثل تاجیکستان چگونه ذهن صنعی میتواند فایده آور باشد؟ چون ما گفتم مثال 2025 و 2030 این در رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیونی اعلان کرده شد. من درست گپ دیروز با یک شخصی بینیادم دانشمند در همین ساحه علاقه کار میبرند ما ششتیم بعضی عقیده ها آمدند عقیده هایی که یکمین درجه این در ساحه بهبود کردن دسترسی اخبارات اینفرماسیا به اهالی یعنی که بعضی همین است که
وقتی که یک قانون قبول کرده می شود و مردم به قانون عمل شناس می شود، همین وقت بعضی وقت تو یک ماه دو ماه سه ماه یک سال می گیرد و یا دریافت اینفورماسیون، دریافت قانون، دریافت یک پروسسی که برای مثلا یک مادری جوانی که میخواد یک دکومنت یا یک کاغذگذاری برای فرزندش برای کسی کنه از کجا چه رفتن، همین پروسس ها به نهایت آسان کرده می شود، چون که با واسطه رقم گذاری بعضی اخباراتی که در ساحه دولتی هستند اینا رو با واسطه مدل کلام، یعنی مدل زبانی کلام LLM دارند، به نهایت هم میتونم توی این ساحه ها دسترس اینفورماسیون بزرگ شد. خب به این میتواند به رشدی اون جای آدمان رو برای جای کاری تنگ کنند. گپ در سر است که باز برنامه‌های دیگری هست برای با جای کار تامین کردن. اما وقتی این که وارد شد کاری چند نفر باید یک نفر کنند یا کاری چند نفر باید ذهنی سونی انجام بده. کم همین در همین سوال من بسیارتر ممکن نظر کرد میزنم، چون که به نهایت مهم است. برای چه مهم است؟ از روی دو قسم. یکم قسم که بله، یعنی هر یک دوره‌ای که ما در دنیا آمدگی، دوره‌ای که ما از کاری دستی به کاری تکنیکی یعنی تراکتور و زاوتون شدم، یعنی آدم کمتر در کار شد. یعنی بود که دوره اینترنت اینفورماسیون و دیگر سوالات اینترنت بوده میشد، یعنی کار بود. در اون دوره هم بود وقتی که یعنی که جهت منفی مثبت، لیکن این تکنولوژی هم تکنولوژی نو چندقدر صدها مرتبه بازم زودتر کار برای میکنند برای در بسیار ساها. دیگون 2 هفته پیش فورم جهانی اقتصادی یک تحقیق بودم و منم یک روز پیش یک درس خوندم برای بعضی آدمان در مؤسسه دولتی تجارت جوان. برای همین ساحه یکی از یعنی استاتیستیکا که رقم گذاری همین فورم جهانی اقتصادی درباره کارهایی که از بین می روند، کارهای نوی که در اقتصادیات و در جهان در کار می شوند. یعنی چیکار کردن در کار؟ بله، یعنی بعضی آدم‌ها بعضی کارهایی هستند که این تکنولوژی از بین میبره، لیکن یگانه راهی که ما باید به همین تغییرات ها تو باور باشه این آموختن علمی نه، یعنی با تکنولوژی هم قدم بودن. خب تشکر میکنم. و بعضا همینجا نظرها هر گونه است. بعضا میگن که حالا اینه که با پیشرفتن تکنولوژی های نو انسان در برابر اونه که هرچند سرش باید کار کند و این فکرانیش خیلی زیاد باشد که همون سیستم ها رو کار فرمان با یک کمی تنبل هم میکند. به فرض مثال حالا به فرض مثال منشینه در خانهش از در جای نشستنش با پونت اداره میکنه تلویزیون. قبلا او میخست میرفت تا میداد، یعنی حرکتش خیلی زیاد شد بود، ولی همین حرکت ها کم میشه. تنها حرکت در معینه سر میموند ولی دیگر همه کارا با سلامتی هم ضرر آور است. این نکته هم ذکر میکنن. خب ولی در تیپ در همین موارد باز گفته که کار در مخصوصا در سمت تیپ و شرکت شما هم که مثلا در سمت تیپ کار میکنه دارو میدونم شاید در اون تشخیص و این چیزها هم به طریق ذهنی سنی انجام میشه. چی میگن در همین موارد؟ درست، یعنی ما یک تغییراتی هست که این تغییرات رو کمی از روی هم بعضی تشکیلات های بین المللی اما که درسخوانی هست در ساحه که چقدر تو باور باشن به این تکنولوژی. چقدر شما گفتید درست، هر یک تکنولوژی میاد جهت منفی و جهت مثبت داره. یعنی جهت منفی این چیز در آن که اگر ما یعنی نمیدونم کلمه دیسپلین چیکار میشه
خیلی میشه روش که در زبان ترکی داره جگاب نزدم برای همین یک سوهای یک خصلتی ما رو باید قوی‌تر کننده برای همین چخیلی گفته بسیاری کارهای میشود که آدم هست ذهنی سونی که آدم در خانه ششتگی یک تراکتور کلان رو در یک زود از خانه از پیش کامپیوتر میرامد. این خیلی مثال بسیار هستند برای همین باید که نه تنها دانش آموزش و کار با این تکنولوژی رو یاد گرفتن بلکه تاب‌آوری کردن نسبت تغییرات زندگی ما یعنی طرز زندگی ما باید هر یک شخص و شرکت هایی که هستن وابسته به این کار بری کنیم. خب تشکر میکنم. ببینید اکنون میریم به خودی کارهایی که کار ذهنی انجام میده. در واقع شما بگید که تو چه اندازه میتونیم با معلومات هایی که ذهنی صنعی میگه به اونا اعتماد کنیم. گپ در سر اون است که میبینیم چه معلوماتی که خواهید وارد میشود اون برای شما پیشنهاد میکند. حتی بعضا میبینیم که نمیخواهد سناریو نوشتن، نمیخواهد در همه یک مورد مقاله نوشتن، میزند ذهنی صنعی مقاله نوشته میدید. حتی در موادهاش بعضا فکت ها یا دلیل های معلومات ها رو پیشنهاد میکند. یعنی خوب این انسان نیست، اون یک مثلا تکنولوژی نوست، اما معلومات ها رو میدید، معلومات ها که انسان به وجود میآورد، در دست انسان است. ولی اون معلومات ها در مواد هایی که می نیستن جای داده میشه و چگونه به اون میتواند اعتماد کنید؟ از روی اعتماد دادن به معلومات ها یعنی نه همه وقت 100% همه وقت درست است، لیکن بسیاری وقت درست است، چون که تکنولوژی همین خیلی ساخته شده است که مثلا اگر دکتر که یک مریض رو میبینه ممکن 10 تا مریض رو دیده باشد از روی یعنی تجربه 10 مریض یک چیز رو پیشنهاد میکرد، یک طبابت پیشنهاد میکرد. این تکنولوژی این بعد از خوب است اینفرماسیون تمام اینترنت رو که در اینترنت وجود دارد گرفته آموختگی، یعنی که نه 10 حالت رو دیدگی و میلیون حالت رو دیدگی. یعنی از این سبب نسبت اینفرماسیون که از آدم میگیره عمومی اینفرماسیون عمومی گفته بولی بسیار هم درست‌تر است، لیکن هست جای هایی که این تکنولوژی مثلا در خارج ساختگی بعضی اینفرماسیون داخلی یک دولت رو درست گفتن نمیتونه، یعنی که بعضی یک سیاست دولتی هست که یک طرف میرود این تکنولوژی با قید گرفتن نمیتونه. برای همین من فکر میکنم که آینده برای این تکنولوژی هر یک دولت ذهنی صنعی خود رو نسبت اینفرماسیون خودش و سیاست دولت ساختن. الان این چیز خیلی مهم. بعضا میشود سری حربی است، سری مثلا بانکی است، سری دولتی است، این سری هست که باید گفتن نمیشود. ولی اگر یک جاسوس خیلی سوال بدهد به ذهنی صنعی همین چیزها رو پیدا کنند، من به این خاطر گفتم آیا میتوان به این اعتماد کرد؟ این چیز خیلی مهم است. نگردیم به سوال دیگر، ذهنی صنعی چگونه که شما گفته کارهای زیادی را انجام میدهد، میشود ذهنی صنعی از مغز انسان یعنی فرقیتش بگیم چی فرقیت دارد؟ چون که اینا انسان می آفرد، ذهن آفریده است و فرقیت ها چی است؟ اون میتونن مثل انسان فکر کنن. یعنی فکرانی در سوهای فکرانی همین تکنولوژی هم که ساختگی که نیورال نتورک یعنی مدل‌هایی که میسازن اینا یک طرز سیستم مدلی هستن که در حقیقت هم طرز فکرانی عصبی انسان برای بنیاد مانا، یعنی که در همین شکل در همین ارکیتکتورایی که چخیلی که مغز انسان یعنی که عصب معنی انسان کار میکنه هم که ساختگی از روی اینفرماسیون فکرانی و یا بهتر از انسان میشن و هر روز چی دست دادن، لیکن از روی بعضی حالتهای حسیاتی یعنی که حسیاتی غمخوری، حسیاتی فهمیش بعضی طرفی احساسات نوکی انسان رو ندارن. از این سبب
و یا به نهایت هم درست اینفورماسیون رو جابجا میکنه، درست تستر اینفورماسیون رو جابجا میکنه و 24 ساعت کار میکنه و ندارد مثل آدم مانده شدن. لیکن جهتی حسیات کردن مثلا نیست در همین تکنولوژی. خب در همین وابسته به همین مسئله سمت دیگر است. خب چگونه ذهن سنی میتواند به سوی معارف و تعلیم کودک مساعدت کنه و گپ در سر اون است که شاید اختراع یا شاید برنامه‌هایی که اینا ساختن مثلا در امریکا باشه، در کشورهای اروپا باشه، ولی یک مادری تاجیک مثلا میخواهد که در روحیه منتالیتی تاجیکانه باشد فرزندش به وای برساند ولی کمک بخواهد از ذهن سنی. خب ولی او شاید منتالیتی نشناسد، او چیزهای عمومی بشری داره میگه. خب در همین سمت نظر شما چی است؟ خوب خواهد کرده، چون که یک چند روز پیش یک صحبت داشتم با یکی از شخصانی که در ایالات متحده عرب در دبی زندگی میکنه، امارات متحده عرب، و یا همین خیلی مسئله در وجه شدن که در درون امارات متحده عرب وقتی که چت جی پی تی یک از خیلی هم مشهور ذهن سنی باز استفاده میبرن و دیگرش دیپسیک و دیگرش کوین، لاما و یا وقتی استفاده میبرن همین انفورماسیون که در نسبت امارات متحده عرب در اونجا دسترس کردن از حسابی یعنی سیاست درونی مملکت انفورماسیون خوب نبود. یعنی که یکی از جهتایی که باید که همین انفورماسیون داخلی ساخته شود، بعضی از قیمت‌های مدنیتی و قیمت‌هایی که در داخل دولت هستند اینا جاری باید کرده شود، حالا که باید نیستن، چون که تکنولوژی ساختگی در یک منطقه دیگر و این منطقه یعنی که ساختار خودش دارد، طرز فهمیش خودش دارد. برای این یکی از جهات. دوم جهتش دانش آموختن، چرا که من راست که هر روز می‌آموزم، که چند سال شد که مکتبم تمام کردم دانشگاه، اینکه هیچ وقت باید من نشود، لیکن یک چیز است، باید که هر یک شخص اخبارات و انفورماسیون رو به طرز خود می‌بیند و قبول می‌کند. خوبی این تکنولوژی در چی که میتونیم تو باور کردن که برای هر یک شخصیت یعنی طرزی شخصی کردن دانش آموزی رو بررسی کنیم. یعنی که نه همه فرزند نه همه کودک یک خیل آموخته میتونن، بعضی با واسطه دیدن، بعضی با واسطه شنیدن، بعضی با واسطه یک از دست گرفته بردن، بعضی میتونن خود به خود خوانن، بعضی میتونن در یک وقتی معین و بهتر میخوان. همین جهات رو این تکنولوژی آینده فکر میکنم به میکنه و اگر نه از درست استفاده بریم این سوهای معارف تا به نهایت هم خوب میشه، چون که بسیاری از دولت ها علاقه سنجیدن که چقدر در چند مرتبه خوبتر است از طرز درسدهی که سالهای 20 سال 30 سال 50 سال پیش بری میشه. خب تشکر میکنم. حالا ذهن سنی در کدام کشورها بیشتر رشد کرده است که از اون فراوان استفاده میکنن؟ خیلی میدونیم مثلا یکی از دولت‌هایی که پیش رفته بود این سیلیکون ولی دلیل سیلیکونی به تاجیکی راستی که نمیدونم چی میشه. در امریکا به نهایت بسیار استفاده میشه. در چون که من در لندن زندگی کردم که 13 سال 8 سال اخیر علاقه این چیزا استفاده بودن، لیکن در بعضی دولت‌های آسیا میانه یعنی که در امارات متحده عرب هم 5 سال اخیر که 3 سال اخیر که 2 سال اخیر با استفاده بودن. یعنی که بسیاری از آدمان علاقه این تکنولوژی تو باور هستند، چون که با این تکنولوژی ما از این گریخته نمیتونیم، لیکن استفاده بسیارش همه پیشروی‌ها در همون مملکت‌هایی که استفاده در مملکت‌هایی که پیشروی‌های همین تکنولوژی تستر میشه، یعنی امریکا یا جمهوری آمریکا و خیلی در خیلی هم خیلی زیاد استفاده میکنه. خب انا کنم یک سوال خیلی مهمه که در همین سمت
باید بپرسم آیا انسان میتواند ذهنی سنئی را پورا نظارت کند یا خطری از دست رفتن نظارت هم وجود دارد؟ این چیز خیلی مهم است. خود انسان اختراع میکند ولی کارهایی را میکند که شاید با خفت حالتهای میشه شاید با جای یک انسان دیگر او یک مواد نویسد که با خود این همون نفر نوشته خوف خطر داشته باشد و بازداشت شود مثلا خوفهای دیگر. یعنی به همون خاطر گفتم که آیا انسان میتواند که نه پورا نظارت کنه؟ بله، نظارت یعنی که سیستم جابجا کردن نظارت این تکنولوژی پورا فکر نشده است چون که حاضرش یعنی که ما программа همین ذهن سنئی رو واسطه کامپیوتر استفاده در می‌آوریم. حاضر کارهای بسیار یعنی سهام‌های بسیار در ساحه ساختن ربات‌های فیزیکی بررسی کرده شده است. وقتی که программа ذهن سنئی در این ربات‌های فیزیکی یعنی که ربات‌هایی که برای تکنولوژی برای کار زبان و دیگر استفاده برای کار خانه هم در اون یعنی که سمی رو گیری بعضی مثلا پروگرام خطا رفتم این بینیدم دشور برای که یک لای بود وقتی که جی پی تی 4 یک جی پی تی 4 جی پی تی 3 بود همین اوپن ای آی کمپانی که ساخت یک مدلی نازل وقتی خواستن که کشتن و علاقه خودش طرز فکرانی که دارد همچون یک آدم از خود محافظت میکنه برای که وی فکرانی دارد چخیلی که یک آدم از حقی خود محافظت میکنه وی هم خیلی وی دارد این رو کنترلی رو کردن یعنی که اداره کردن در وقتی که در رابط فیزیکی میگذارد نشوف میشه. خب سلامت باشن و درست است. ببینید گرد در سایت است که حتی پیشرفت تکنولوژی ها باعث بعضا در برابر فایده های خوب آوردن بعضا به ضرر هم بده است. بعضا همین که کمی تکنولوژی رشد شد بعضا علما و اثردوزی هم شروع کردن به همین حالت هم شدن بحث های پلاگیت دیسرنتی که بود این چیزا رو هم گفته برن آیا تو چه اندازه واقعیت داره نداره این چیز دیگر است ولی همین بحث با وجود اومد این بر رشد تکنولوژی وابستگی داشت چون چند سال پیش حتی اینترنت در اومدن میتونستن هر نفر خودش هر چیز خودش مینویسه مثلا و وقتی پیشرفت شد بعضی معلومات از اینترنت کار انسان آسان کرد ولی باز حالتهای دیگر هم دارد ولی در اینجا حالا میبینید که پلاگیات نه حالت دیگر است کار ذهن سنئی میکنه مغز سر انسان نمیکند او کوشش شبها خواب نرفته نمینویسد ذهن سنئی کار انجام میده یعنی خوب است ولی یک سمت دیگرش باز چیزهای دیگر هم به وجود میارد. خب بیاید توجه شما رو به مسئله دیگری همین سمت هم جلب کنیم. آیا وجود داشتن ذهن سنئی خطر اخلاقی و اجتماعی دارد یا نه؟ دارد. خطر اخلاقی و اجتماعی هم داشتهش ممکن چون که وابسته است از کی استفاده میبرد چون که شخصانی که سازندگان پروگرام یک اخلاق خود را دارد بسته به اخلاق خود بسته به اخلاق دولتی که این تکنولوژی ساخته شده در خیتای باشد یا در امریکا باشد یا در فرانسه باشد این دولت‌هایی که علاقه مدنی خودشون ساخته استفاده و یا یک طرز اخلاق انسانی همون مدنیت رو وارد میکنن. بعضی جا هست که برای تکنولوژی سبی راه نشدن بعضی رفتارهای اخلاقی اجتماعی باید که یک سیاستی درونی دولت نسبت به این تکنولوژی باشه چون که ما نمیتونیم هر یک چیزی که از بیرون آمده هم تو قبول کرد خصوصا همین تکنولوژی اگر درست جاری کرده نشود یعنی که ضرر کلان داشتنش ممکن این نه اون تکنولوژی هست که همچون یک موادی فیزیکی یا اینکه اداره شونده باشه بله این اداره شونده است و دسترس به بسیار آدم است و طرز استفاده اون
ягон лимит, محدودیت ندارد نسبت هر یک شخص و میتونند نسبت بعد استفاده برند، میتونند خوب استفاده برند. اینقدر فکر میکنم که حسابی هر یک دولتی که این تکنولوژی را قبول میکند باید که سیاست درونی دولتی خود را نسبت به این تکنولوژی جاری کند، باز این کار کرد شود و بعدا راه اندازی شد. خب حالا من میبینم که صحبت خیلی جالب است و ما نمیخوایم که همین صحبتی ما قطع شد، ولی وقتم کم کم اشاره دارد که وایسرسش ما به پایان رسیده شده. خب حالا در شرکتی که شما فعالیت میکنه، شما نامش هم نگفتید ولی شما بگید چه کارها را انجام دادید که چی نفع آورد؟ بله، ما شرکتی من تریگما ای آی نام دارد که 4 سال فعالیت میکنیم، 3 سال و 8 ماه. یکی از سمت مهمی کار ما این درست جابجا کردن شخصانی در ساحه تیپ داروسازی، یعنی کمپانی فارماسیوتی، این تقسیم کردن ریسورس ها، یعنی که آدمانی که همین دارو رو به دکترها بردن نشون میدن، میفهمونن، یعنی فهماندگی دارو از سببی که آنها در 20 دولت دنیا این دارو رو به دکترها میفهمونن، برای آدمان مریض همین تقسیمات همین آدمان رو، ریسورس ها رو و تقسیمات طرز اینفرماسیون رو دسترس کردن به دکتران، همین مدل ما ساخته شده. یعنی این مدل دیگر از جی پی تی و دیگراش، چون که خصوصا برای همین ساحه و خصوصا برای همین قسم کاری داروسازی استفاده بردگی است. حالا که ما یکی از کمپانی کلانتری که من خودم کار کردم و بعد کمپانی خود رو باید کردم، جی اس کی نام دارد، گلاکسوسمیتھکلاین، ششمین کمپانی کلانترین در جهان و با گیلیاد یکی از کمپانی که سوهای کسانی های رک سرطان کار میکنند، با اونها کار کردیم برای دسترس نام، یعنی تقسیمات ریسورس هایی که آدمایی که با دکتران دارو رو میفهمونن پیشنهاد میکنن و طرز فرماسیون رو با دکتران رسوندن، همین سوال کمپانی